دوبله شده در مؤسسه رسانه‌ای وارثین ملکوت. سلام به همگی. آیا برای روزه گرفتن آماده اید؟ ماه رمضان رسیده و چه در حال سپری کردن ماه رمضان هستید و چه در روزه های متفرق در طول سال، 5 کار میتونید انجام بدید تا روزتون رو با قدرت شروع کنید. آیا میدونستید که امروزه اصطلاحی وجود داره برای شرح یک نوع رژیم همانند آنچه که در ماه رمضان انجام میدیم؟ این نوع رژیم روزه خشک دوره‌ای نامیده میشه. چگونه میتونیم این روزه رو چه الان یا هر وقت سال که میگیریم بهینه کنیم؟ در انتهای این ویدیو شما 5 نکته برای شروع پرقدرت روزتون خواهید داشت. من سهیلا اسمیت از طلوع حقیقت هستم، جایی که درباره علم، مذهب و دیگر موضوعات صحبت میکنیم. حتما عضو کانالم بشید و کلید زنگ رو بزنید تا از انتشار ویدیو جدید مطلع بشید. روزه‌داری در ماه رمضان یک روزه‌داری روحانیه، یک روزه‌داری مذهبی اول و قبل از هر چیز. ولی راهی وجود داره که ما میتونیم به بدنمون کمک کنیم تا روی کارهای مهمتر از خوردن و آشامیدن تمرکز کنیم. بیایید این 5 کار رو انجام بدیم تا روزمون رو بهینه کنیم. اول از همه شکر رو به طور کلی از برنامه غذایی خود حذف کنید. میدونید که شکر زیاد برای سلامتی شما خوب نیست و تحقیقات این رو تایید میکنه، چیزی که قبلا مادرتون به شما میگفت. نوع شکری که درباره‌اش صحبت میکنم همون شکر معروف به شکر میز یا شکر سفیده. این نوع شکر یکی از موادیه که به وفور در بیرون یافت میشه و تقریبا در تمامی محصولات فروشگاهی از اون استفاده شده. بیشترین منابع شکر به ترتیب در نوشیدنی‌های غیر الکلی، آب میوه‌ها، ماس‌های طعمدار، کلوچه‌ها، آب نبات‌ها و در بیشتر دسرهایی که در جعبه پیدا می‌کنید و حتی کراکرها. همچنین مقدار زیادی شکر در غذاهای فرآوری شده وجود داره و اگه برچسب محتویات رو بخونید ممکنه تعجب کنید که چقدر شکر در مواد سازنده استفاده شده. در عوض خرما و دیگر میوه‌ها مشکلی ندارن، زیرا در شکل کامل خود حاوی فیبر، مواد معدنی ضروری، مواد مغذی و دیگر ترکیب‌های مفیدن. پس همه اینها با هم یک غذای کامل رو تشکیل میدن. همچنین برخی از سبزیجات و میوه‌ها شامل آنتی اکسیدان هستند. بنابراین خوردن یک میوه کامل به جای خوردن آب میوه روش بسیار بهتریه. سوم، اینکه آب بنوشید. زمانی که تشنه هستید از خوردن آب دریغ نکنید. شما باید آب بنوشید، ولی مجبور نیستید که در طول بازه زمانی که روزه نمیگیرید کل شب رو به خوردن مقدار زیادی آب بگذرونید. میتونید زمانی که روزه خود رو افطار کردید یا هنگام سحری و هر زمانی که دوست دارید بین این دو وقت آب بنوشید. مگر زمانی که شما ورزشکار هستید و هنگام ورزش کردن میخواید روزه بگیرید یا میخواید در معرض گرما قرار بگیرید، باید آب بیشتری بیاشامید، ولی مجبور به زیاده روی نیستید چون بدن شما اون رو جبران میکنه. در هر صورت از نوشیدن آب دریغ نکنید و اطمینان حاصل کنید از نوشیدن مقداری قبل از اینکه روزه بر شما غلبه کنه و خیلی مراقب باشید وقتی که روزه دارید در معرض گرما قرار نگیرید. اگر میتونید برای یک دوره بلند مدت از این کار اجتناب کنید. شماره 4. قبل از شروع روزه مواد فیبردار زیادی مصرف کنید. این میتونه در نوعی از سبزیجات باشه، مانند یک سالاد زیبا با سبزیجات سالم، اسفناج، فلفل دلمه، خیار و گوجه. به سالادتون میتونید کمی روغن زیتون و مقداری لیمو و مقداری نمک یا به عنوان جایگزین دیگه مقداری سرکه و روغن اضافه کنید. اشکال دیگه فیبر میتونه شامل مغزها، نارگیل، دونه‌های چیا یا حتی دونه‌های سیلیوم باشه. همه این گزینه‌ها طبیعی و سالمن. مغزها مانند بادوم، گردو همگی برای سلامت شما مفیدن و میتونن شما رو سیر نگه دارن. اینها شامل فیبرن و اونها همچنین خیلی راحت هستن. بنابراین فیبر رو فراموش نکنید. شماره 5. استراحت. تمام شب رو برای اینکه سحر رو برای خوردن از دست ندید بیدار نمونید. رعایت این 5 توصیه ذکر شده به همراه یک وعده شام مفید بدون فست فود کافی خواهد بود. قبل از سیر شدن کامل دست از غذا خوردن بکشید و میتونید یک فنجان قهوه، چای یا حتی یک لیوان آب گازدار به همراه کمی آب لیمو یا لیمو و حتی مقداری برگ استویا بخورید. استویا یک شیرین کننده طبیعی گرفته شده از برگ چای و یک ماده بسیار شیرینه. اینها همه راه‌هایی برای ریلکس کردن و استفاده بهینه از زمان افطار تا سحر و در خوردن و نوشیدن زیاده روی نکنید طوری که روز بعد نفخ کنید و کسل بشید. بنابراین اینها تنها 5 نکته از میان نکات بیشماریه که میتونید با قدرت ماه رمضان را شروع کنید. یک شروع خارق‌العاده میشه. 5 توصیه بسیار ساده ولی کارآمد. درست به همون سادگی حرفایی که مادرتون به شما میگفت. امیدوارم با رعایت نکات اساسی یک شروع خوب به همراه برکت فراوان داشته باشید.
اگه ویدیو رو دوست داشتید در قسمت نظرات من رو مطلع کنید و اگه سوالی داشتید حتما مطرح کنید. اینها توصیه‌های بسیار ساده‌ای هستن و میتونیم با جزئیات بیشتری درباره موضوعات دیگه‌ای بپردازیم که احتمالاً به روزه شما کمک میکنه. اگه علاقه‌مند هستید به من اطلاع بدید که درباره چه موضوعی صحبت کنیم. برای همه اونایی که 29 یا 30 روز آینده رو میخوان روزه بگیرن، برای هر روزی که روزه میگیرن تبریک میگم و بهترین ماه رو براتون آرزومندم و امیدوارم این برای شما فرصت بزرگی باشه تا برکت رو احساس کنید و آمرزیده بشید و تا دیدار آینده مراقب خود باشید.